دانشگاه کاسینو لاتسیو چجوری براش اپلای کنیم؟ توی این ویدیو قرار در مورد نحوه اپلای از 0 تا 100 توی این دانشگاه به شما آموزش بدم. قبلشون بهتون بگم که ما دیگه روزای آخر اپلای واسه تحصیل تو ایتالیا هستیم، یعنی دیگه فکر کنم خونه پرش دیگه 1 ماه مونده. خیلی از دانشگاه هم دیگه ددلاینشون تموم شده، اصلا باز نمیشه. این دانشگاه هنوز ددلاینش هست تا 15 جولای اگر اشتباه نکنم، تا جولای وقت دارید اپلای کنید براش. پس برای اینکه این فرصت رو از دست ندید با من همراه باشین که شاید شما هم بتونید از بورسی پذیرش و بورسی و مزایای تحصیل تو ایتالیا استفاده کنید. ویدیوهای دیگه هم هستش که در مورد یه سری از دانشگاه و نحوه اپلای رو توی کشور دانشگاه اونو اومدم بهتون توضیح دادم. کشورهای دیگه هم هست دیگه، اونم میتونید برید نگاه کنید. پس اگه ما هنوز سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، چون تو آینده هم ویدیوهای بیشتری قراره آپلود کنیم. برای پیدا کردن سایت این دانشگاه کافیه بنویسیم اپلای کاسینو یونیورسیتی. این لینک اول رو که وارد بشید سایت دانشگاه هستش که این سمت چپ و وقتی میبینید یه سری تبا هستش شما رو جاهای مختلف سایت میبره. برای لیسانس، ارشد و دکترا برنامه هاشو میخوایم بدونید اینجا که باز دسته‌بندی میشه. مثلا ما الان میخوام بریم برای بحث مستر دانشگاه کاسینو اقدام کنیم، ببینیم به چه صورت هستش. 5 تا رشته به زبان انگلیسی داره، 6 تا رشته داره به زبان انگلیسی ارائه میده. مثلا ما میخوایم واسه هر کدوم از اینها اپلای کنیم، با ببینیم شرایطش به چه صورت هست، روش کلیک میکنیم. مثلا سویل رو باز میکنیم، مثلا عمرانو. این اینجا پروگرام وبسایت شده داره، با این وارد همون وبسایت خودشون بشیم شدیم. خب این داره میگه که ددلاین به 31 می منتقل شده. خب یعنی 31 می فکر کنم تازه باز میشه. خب این هیچ. بریم مثلا این رشته تلکامیونیکیشن انجینیرینگ ببینیم این چی میگه. این صفحه‌ای که شما میبینید باز اطلاعات مختلف مربوط به همین رشته رو داره ارائه میده که برای اپلای کردن ما روی انرولمنت میزنیم. بله اینجا خیلی خوشگل و تمیز اومده ریکوایرمنت ادمیشن رو گفته که اگر اینجوری هست شما بیا اقدام بکن، که مثلا یه بچلر دیگری داشته باشین که ربط داشته باشه تلکام انجینیرینگ و دیسیپلین دیگه که قوی باشه. آره با به همین به یا الکترون مگنتیکس ربط داشته باشه یا به تلکامیونیکیشن. بعد زبان انگلیسی ریکوایرش هستش و حتما داشته باشین در سطح B2. حالا اینجا اومده واسه پری ادمیشن گفته چیا رو بیارید. میگه ترانسکریپتتون رو داشته باشید، سی وی تون رو داشته باشین، یه موتیویشن لیتر داشته باشین آماده، مدرک زبان انگلیسیتون و پاسپورتتون رو داشته باشین. یه 10 یورو هم باید پیاده بشید. این اپلیکیشن فی این دانشگاه 10 یوروه. ارزون تر این حالت فکر کنم همین 10 یورو بوده که اپلای میشه کرد. ما بقیه دیگه 30 یورو، 40 یورو، 50 یورو بوده که حالا ویدیوشو ما توی وبسایتمون گذاشتیم دیگه، توی کانال یوتیوبمون گذاشتیم چون قاطی کردم. توی کانال یوتیوبمون گذاشتیم، حالا مثلا میلان و واسه که دو دانشگاه رو گذاشتیم. باز اگه دانشگاه خاصی بود برای ما کامنت بذارید، ما حتما اون رو توضیح میدیم. سوالی هم داشتین همینجا بپرسین، بچه‌های مسیر مهاجرتی بهتون راهنمایی میکنن، رایگان هم راهنماییتون میکنن.
برای از شروع اپلای، حتی اینجا هم دیگه برای مرحله بعدش، برای شروع اپلای روی این سابمیت یور اپلیکیشن میزنید. خب اینجا ببینید 1 2 3 تا تب داره. شمایی که هیچ گزینه ای ندارین واسه یه بحثه، یعنی تازه اومدین و میخواین تازه برای این رشته اپلای کنید، با اینجا یه دونه نیو اکانت بزنید که طبق پاسپورتتون باید اسمتون، فامیلیتون وارد بشه، میل فیمیل بودنتون، محل اون تاریخ تولدتون، کشورتون که جایی که به دنیا اومدین، نشنالیتون که ایرانیه، دانشگاهی که بچلرتون رو گرفتین، عنوان بچلرتون، مثلا برای من کامپیوتره، خب کامپیوتر انجینیرینگ میزنم، آیلتس دارید یا تافل دارید رو اینجا وارد میکنید که بهتر دستتون باشه، مدرکتون دستتون باشه. یه آدرس میزنید، یه آدرس ایمیل و اینکه چجوری با اینجا آشنا شدید و در نهایت این گزینه پرایوسی رو میزنید، اینجا وارد میکنید و در نهایت نیو اکانتتون ساخته میشه. وقتی نیو اکانت رو زدین، ساخته شد، اطلاعاتتون رو وارد کردین، به اون ایمیلی که زدین یا چیکار میکنه؟ پسورد شما رو میفرسته. از اونجا یوزرنیم پسوردتون رو میزنید و روی گزینه لاگین کلیک میکنید. یه اطلاعاتتون رو باهاتون چک میکنه که آقا اطلاعاتتون این شکلیه و در نهایت اینجا دوباره با تبای مختلف باید مشخص کنید. خب اینه که بزنید میان میگین اوکی و تاییده، یا میتونید اینجا تغییرش بدید که هیچ. میین روی تب بعدی، اینجا مواردی که نیاز هست رو آپلود میکنید، میگه چه چیزهایی رو میخواین. ببین مثلا موتیویشن لیترتون باید آپلود شه، سی وی تون باید آپلود بشه، مدرک زبانتون باید آپلود بشه، ترجمه لیسانس و ریزنمراتتون باید آپلود بشه، پاسپورتتون باید آپلود بشه. و برای اینکه پروندهتون قوی تر بشه بهتره 2 تا ریکامندیشن داشته باشید، ریکامندیشن لیتر، که اینجا آپشنال میتونید آپلود هم نکنید. و در انتها روی گزینه پی ناو میزنید، شما رو وارد سایت مخصوص به خودشون میکنه و اونجا از طریق حالا سایت‌های مختلف، یا اگه شخصی دارین توی ایتالیا به راحتی میتونید پرداختتون رو واریز بکنید. مثل که تا اینجا با ما همراه بودید، یادتون نره ما سابسکرایب کنید. ویدیوهای بعدی هم هستش، اگه سوال دارید کامنت کنید و بچه‌ها رایگان بهتون پاسخ میدن. با لایکتون هم به ما انرژی میدین و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید، بذارین این کانال قوی کارشو ادامه بده. در مورد کشورهای دیگه، مسیرهای کاری، تحصیلی، سرمایه‌گذاری، اپلای تو دانشگاه مختلف، ویدیوهای بعدی منتشر میشه. آپشن هایی که تو خود کشورها دارید در مورد اون ویدیوهای قرار تهیه داره میشه و آپلود میشه. پس اگه اون ویدیو رو از دست ندید حتما ما رو سابسکرایب کنید.